دیگه همتون توی خونه هاتون نایلون فریزر دارین. یکیشون رو بیارید و باز کنید و یه دونه تخم مرغ به همراه وانیل و شکر، پیمان ماست پرچرب و 1/4 لیوان فرانسوی آرد سفید رو به همراه یک قاشق مرباخوری بگین پودر به مواد اضافه میکنیم. در کیسمون رو میبندیم و حسابی با دست حدود 5 دقیقه ماساژ میدیم و هم میزنیم که مواد یک دست بشه و تخم مرغ کامل با مواد مخلوط بشه. و در نهایت با نوک دست گوشه پلاستیک رو فشار میدیم که از مواد خمیری آزاد بشه و بتونیم راحت قیچی کنیم. غلظت مواد باید به همه اندازه باشه. فقط بعد از اینکه مواد رو داخل روغن ریختید بلافاصله با قاشق روغن داغ روی پیراشکی ها بریزید که مواد پف کنه و پیراشکی های گرد و یه دستی داشته باشید. توی 15 دقیقه میتونید این پیراشکی های خوشمزه رو درست کنید.